هفته پیش عرض کردم خدمتتون که رئیس سازمان اوقاف که رسما 1/13 خاک ایران صاحب شده، سید مهدی خاموشی دایی زن میثم خامنه‌ای است، پسر کوچکه رهبر معظم. اگر این خانواده رهبر رو حذف کنید، بستگانشون هم بی قدرت میشن، چون قدرتشون از این خانواده میگیرن. شناخت این خانواده و بستگانشان فقط از نظر پرونده حقوقی که در واقع باید دادگاه عادل و آزاد و علنی بهش رسیدگی کنه اهمیت نداره. نه فقط در این حوزه، به ویژه از این نظر مهمه که با شناخت این مافیا میفهمیم که همه قدرت و پول چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران در دست این خانواده است. تمام قدرت و پول ایرانی ها. به قول یکی از دوستان بهش میگفتم که دوست نازنی نیست که میگفتم بهش دوره احمدی نژاد فلان اتفاق افتاد، دوره خاتمی فلان اتفاق افتاد، دوره روحانی فلان شد بهمان شد. گفت دوره خاتمی و روحانی و غیره نداره، همش دوره خامنه‌ای است. کاملا درسته. این رئیس جمهورها فقط پادوی این خانواده و اون خانواده‌اند و در محور این خانواده علی خامنه‌ای است و رئیس جمهورها در واقع جنسی هستند برای ویترین مثلا سیستم پارلمانی جمهوری اسلامی ایران یا برای انتخابات که افتخار میکنن انتخابات و فلان اینها. باری از اول شروع کنیم. علی حسینی خامنه، معروف به علی خامنه‌ای، 82 ساله، متولد مشهد، پدر و مادر هر دو متولد نجفند. سید جواد حسینی خامنه و خدیجه میردامادی تو شناسنامه‌ای که سالهای اخیر برای رهبر معظم درست کردن محل تولد مادر رو زدن مشهد. مادر و پدر هر دو امامزادن و خود سید علی خامنه‌ای هم قطعاً امامزاده است ایشون. بانو خدیجه میردامادی تنها فرزند آیت الله سید هاشم نجف آبادی از همسر اول بود. وی در 16 اردیبهشت 1293 در نجف اشرف به دنیا آمد. همراه پدر به ایران مهاجرت کرد و در 20 سالگی به عقد سید جواد خامنه‌ای پدر رهبر معظم درآمد. خدیجه میردامادی در 15 مرداد 1368 بر اثر سکته قلبی درگذشت. آرامگاه او در حرم امام رضا در کنار شویش واقع است. نسبت پدر گرامی مادر رهبر معظم یعنی بابا بزرگ سید علی آقا، آیت الله میردامادی، با 30 واسطه به ابوالحسن محمد دیباج فرزند امام صادق میرسد. پدر رهبر معظم آیت الله سید جواد خامنه‌ای است که نمیتوان او را مرد سیاست و مبارزه نامید. وی پا به این عرصه نگذاشت و ادعای آن را هم بر زبان نراند. و البته ایشون هم امامزادن، حالا وارد سیاست نشد، خوشش نمیاد اینا. باری نسب آیت الله خامنه‌ای به حضرت سلطان سید محمد که از سادات و حسینی است و با 4 واسطه فرزند امام سجاد می شود میرسد. آیت الله سید جواد خامنه‌ای از بانو خدیجه میردامادی 4 پسر و 1 دختر داشته: سید محمد، سید علی رهبر، بدرالسادات، سید هادی و سید محمد حسن. 93 سالش بود پدر سید علی آقا خامنه‌ای که در تیر ماه 65 درگذشت و در به اصطلاح رواق پشت سر مرقد امام رضا دفن شد. ما اجازه بدین از همینجا شروع بکنیم. در واقع این 4 پسر و 1 دختر رو معرفی میکنیم. حالا 1 دختر رو کاری نداریم، بحث دیگری است. همین 4 پسر رو معرفی میکنیم، بعد میریم سراغ بقیه. سید علی که الان بهش میگیم رهبر معظم، بچه دومی است. اولی سید محمد خامنه‌ای است. سید محمد که بهش میگن آیت الله سید محمد خامنه‌ای. شجر نومه‌شو خودش ایشون با خط مبارک نوشته که تا قیامت مورد بهره مؤمنان و مؤمنات قرار بگیرد. سید محمد ابن، یعنی خود همین محمد خامنه‌ای، سید محمد ابن، سید جواد ابن، محمد ابن، محمد تقی ابن، میره همینجوری تا حسین ابن علی ابن ابی طالب. این مرکز اسناد انقلاب اسلامی که این شجره‌نامه ها رو آرشیو کرده، این اصل و نسب آدم، حضرت آدم تا 14 معصوم منتشر کرده. پایین این شجره‌نامه وصل میشه به خامنه‌ای، میره تا بالا اونجا خامنه‌ای. مادر رهبر معظم پیش از درگذشت گفتگویی کردن با رسانه‌ای که به اسم گفتگوی منتشر نشده منتشر شد. گفتند یک بار سید علی آمد گفت خواب دیدم من در مسجد گوهرشاد یک مشغولیتی دارم و کارهایی مانند تزیین دیوارها و کار خیلی مشکلی انجام میدهم. بعد گفتند که پیامبر و حضرت امیر آمدن و نگاه کردند. من
سید علی ایستاده بودم و دیدم پیامبر با حضرت امیر وارد شدن و پیامبر خیلی با جلالت بودن و حضرت امیر مانند نوجوانی کنار پیامبر بودن. من هم کنار حضرت امیر رفتم و گفتم یا امیرالمؤمنین، به حضرت رسول بفرمایید که من از این کار خسته شدم و میخواهم دست بردارم. حضرت امیر هم گفتند یا رسول الله، سید علی میگوید من خسته شدم. پیامبر فرمودند نه خیر، باید مشغول باشد و ادامه بدهد. سید علی میگفت من در خواب یک قوتی گرفتم و بیدار شدم. خب محمد خامنه‌ای داداش بزرگه رهبر معظم، بچه اول خانواده، در زندگی نامه آیت الله خامنه‌ای که در وبسایت اختصاصی رهبر جمهوری اسلامی ثبت شده آمده است رهبر انقلاب از 4 سالگی به همراه برادر بزرگ سید محمد به مکتب سپرده شد تا الفبا و قرآن را یاد بگیرند. سپس 2 برادر را در مدرسه تازه تأسیس دارالتعلیم دیانتی ثبت نام کردند و این 2 دوران تحصیل ابتدایی را در آن مدرسه گذراندند. بعد ادامه زندگی نامه مفصل شرح بازداشت‌ها به دست ساواک و همپیمانی‌ها با آیت الله خمینی است که البته هیچ اسمی از برادر بزرگ نیست. هیچ جای دیگه هم شما پیدا نمی‌کنید که اثری از مبارزات سید محمد خامنه‌ای باشد و هیچ جا پیدا نمی‌کنید که بهش بگن آیت الله تا زمانی که سید علی میشه رهبر. داش کوچیک‌ترش. فقط خود سید محمد خامنه‌ای در گفتگو با رسانه‌ها از مبارزاتش خیلی میگه. مثلا سوال: از سابقه مبارزاتی خود در دوران انقلاب برای ما بگویید. از چه دوره شروع به فعالیت کردید؟ جواب: خیلی زود شروع کردم، حتی قبل از امام. زمینه سازی کردیم و بعد که امام کارش را آغاز کرد من جزو 10 نفر اول بودم. البته این مطالبی که به شما میگویم در هیچ جا هنوز به چاپ نرسیده، اما برای خود من روشن است که ما پای این مبارزات بودیم تا رسیدن به انقلاب. من کسی بودم که قبل از انقلاب گفتم این انقلاب پیروز میشه و در صورتی که هیچ علامتی نبود. پیش بینی معجزه آسایی کرده بود. برادران خامنه‌ای 4 تا داشتن به ترتیب سن: محمد، علی، هادی و حسن ممدسن. همشون قبل از انقلاب زندان رفتن، کوتاه بلند فلان. غیر از همین بزرگه همین سید محمد حسینی خامنه‌ای. خود ایشون میگه زمانی باید یک روحانی وارد سیاست شود که احساس خطر کند. زمانی که 4 تا جوان میتوانند خطر را دفع کنند، چه نیازی به حضور من و امثال من است؟ من به هر قیمتی وارد صحنه نمیشوم. هر وقت احساس کنم جوانترها بر زمین افتادن من جلو میام. اینا احتیاج به تفسیری نداره. من چی بگم؟ حالا چرا اینا رو میگه؟ برای اینکه همونایی که میرن باش مصاحبه میکنن فلانه بر پول و پلست، قربونتون برم، پولی میده فلان، مصاحبه میشه، چاپ میشه، عکسی زد فلان، بعد باید حضور داشته باشه. محمد خامنه‌ای عرض کردم تا خمینی زنده است هیچکی بازیش نمیده. خودش میگه، حتی میگه در نوفل شاتو محل اقامت امام خمینی در پاریس یک بار میکروفون را دستم گرفتم و شروع کردم به سخنرانی، اما تا بسم الله را گفتم یکی با عجله آمد میکروفون را از دستم گرفت و گفت قرار نیست هر کی آمد اینجا صحبت کند. این که عرض کردم تو صفحه 386 کتاب خاطرات ایشونه با تیتر در جریان مدرسه رفاه. بعد از انقلاب با پارتی بازی علی خامنه‌ای میشود نماینده مجلس خبرگان همین آدم، همون دوره خمینی. هاشمی رفسنجانی نوشته در خاطره روز 11 آذر سال 1361: آقای خامنه‌ای رئیس جمهوری تلفنی از من خواستند برای رفع مشکل آقای محمد خامنه‌ای که از طرف شورای نگهبان به خاطر نقص مدارک اسمش در خبرگان اعلام نشده کمک کنم. که البته کمکم کرد. خب با پارتی بازی میره مثلا تو مجلس رو میگه قانون اساسی تصویب کردیم از این چیزا تو مجلس خبرگان. خب این یکی دو مورد رو از این نظر گفتم درباره سید محمد خامنه‌ای تا برسیم به اینجا که به همچین شخصی که نه قبل از انقلاب حتی یه روز زندان رفته، نه مناسبت و مناسباتی با خمینی و دور و بریاش داشته، بعد از مرگ خمینی و رهبر شدن داداش 4 سال از خودش کوچیک‌تر به چه مال و منصبی میرسه؟ چه رئیس بنیاد ایران شناسن، مدیر مسئول نشریه خردنامه، رئیس بنیاد اسلامی ملا صدرا که خودش یک فعالیت‌های اقتصادی عجیب غریبی داره، یه وبسایت پروپیمونی داره این ملا صدرا که وقتی نگاش میکنیم به نظر میاد کلی کارمند داره و انبوهی فعالیت پژوهشی و انتشاراتی و غیره، اما این فقط ظاهر قضیه است. این ویترینه، جزو نهادهایی است که اولا به ردیف 17 بودجه سالانه دولت به اصطلاح معروفن این نهادها اون تو، یعنی که قبلا ردیف 12 بود مثل این که خلاصه نهادهای بیکاری که مال این اون آخوند حکومتی ان و از بودجه عمومی از بودجه مردم استفاده میکنن به اسم بودجه محرمانه، بودجه متغیر دولتی و این چیز. از طرف دیگه سید محمد خامنه‌ای مثل بقیه بنیادهای مشابهی که در اختیار داره مثلا فعالیت اقتصادی هم دارد. یک رو بشنوید تا کلا دستتون بیاد ماجرا چیه. طبقه خیلی محدودی هست در
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. خب و یه چیزی حدود 25 نفر اونجا کارمند هستن و کار شور و شوقی در کار و هیجان و اینجور مسائل هم نداره، یعنی خروجی خاصی این بنیاد نداره. سالی 1-2 تا همایش خیلی محدود داره که اونها هم باز همایش‌های مؤثر و جدی نیستن. در واقع پوششی هستند برای فعالیت‌های اقتصادی بسیار گسترده‌ای که این بنیاد داره انجام میده. خرید و فروش املاک و مستغلات هست، یعنی این کارها رو در گوشه و کنار تهران انجام میدن. بعد کارهای انبارداری بر فرض دارن. یکی از دوستانی که رفته بود یکی از سردخونه‌های بنیاد رو، سردخونه میوه و این مسائل در کرج دیده بودن، تعریف می‌کردن که حدود 3 ساعت فقط بازدید ما از اون بنیاد طول کشید. همینطور کارهای ترانزیت کالا و خدمات انجام میدن که البته آقازاده‌های ایشون هم تو این کارها حضور فعالی دارن. ایشون قبلا در همین بنیاد آقای محمد خامنه‌ای کار می‌کردن زمانی که در ایران بودن. البته خب یکی از پسرای سید محمد خامنه‌ای با دختر محسن قرائتی ازدواج کرده. یه دختر دیگه محسن قرائتی زن مجید شایسته است. آقا مجید شایسته 30 سالش نشده بود که احمدی نژاد شهردار تهران بود. با حکم احمدی نژاد شد شهردار منطقه 18 تهران. احمدی نژاد شد رئیس جمهور، با حکم اون مجید شایسته شد مدیر عامل منطقه آزاد کیش. بعدم 10 سال سرپرست فدراسیون تنیس جمهوری اسلامی ایران بود که هیچی از تنیس باقی نموند. البته پسر دوم سید جواد حسینی خامنه سید علی است، رهبر معظم، و پسر سوم سید جواد هادی خامنه ای است که سید هادی تنها برادر رهبر که در سیاست داخلی رفت طرف اصلاح طلبها، گرچه مثل همه اصلاح طلبها در اوایل انقلاب از تندروترین ها بود به اصطلاح. آقای یوسفی اشکوری نقل میکنن از او که در مجلس اول شورای ملی بعد از انقلاب شد مجلس شورای اسلامی، با هادی خامنه ای هم مجلسی بودند. در برابر مخالفت آقای اشکوری با شکنجه در زندان ها اون موقع، هادی خامنه ای از تعزیر در اوین دفاع میکرده و عیناً میخونم با افتخار گفت من خودم در اوین تعزیر میکنم. اشکوری افسوده است تازه دانستم که آقای هادی خامنه ای خود یکی از شکنجهگران اوین است. سید هادی با میرحسین موسوی و مهدی کروبی حشر و نشر داشته. مدیر مؤسسه فرهنگی حیات نوست که روزنامه‌اش توقیف شد اما مؤسسه بسته نشد. به هر حال آنچه میشود گفت که از نسبت خانوادگی به سید هادی رسیده، نسبت خانوادگی با رهبر معظم همین است که گرچه روزنامه حیات نو توقیف شد، او خیلی به مراکز قدرت نزدیک، گرچه که راش نمیدن در رأس هرم، اما همچنان از آخوندان با نفوذ در محافل اصلاح طلب حکومتی است. صاحب نوندونی مثل بقیه آخونده به اسم پژوهشکده تاریخ اسلام که بودجه و بریز به پاش خاص خودش داره. همه آخوندهای درباری در این نظام مقدس همشون 1-2 تا پژوهشکده دارن، نه برای اینکه پژوهش میکنن طبیعتاً، برای اینکه جایی میخوان که به اسم اونجا پول به جیب بزنن، فعالیت اقتصادی کنن و بودجه بگیرن. هادی خامنه ای آخوند حکومتی است، به تعبیر خود رهبر جمهوری اسلامی، یعنی طرفدار نظام است، حالا از نوع اصلاح طلبش پوسکنده. پسر چهارم سید جواد خامنه ای داداش کوچکه رهبر معظم سید حسن حسینی خامنه است. تنها عضو مکلای خانواده به اصطلاح، اما نیست، فوق دیپلم داره. سریع میگم که کجاها منصب دار است. عضو هیئت امنای دانشگاه غیر انتفاعی رسام، رئیس هیئت مدیره سرمایه‌گذاری توسعه عمران سپهر 8 وابسته به صندوق بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان بانک ملی، عضو هیئت مدیره پتروشیمی شازند وابسته به بانک ملی، رئیس هیئت مدیره سیمان حکمتان وابسته به بنیاد مستضعفان، عضو هیئت مدیره سیمان فیروزکوه، عضو هیئت مدیره بیناس انرژی، عضو هیئت مدیره کارخانجات تولیدی و صنعتی آتمسفور، عضو هیئت امنای ظاهرسرای مهررضا وابسته به بنیاد علوی، بنیاد مستضعفان، نایب رئیس هیئت مدیره شگه نفت و گاز و انرژی و پتروشیمی لیسار ماه. مهمترین وظیفه داداش کوچکه رهبر مسئولیت حسابرسی از وزارت نفت بوده است که بیش از 25 سال این کارو ادامه داد، انجام داد. در واقع نماینده رهبر معظم در صنعت نفت و گاز ایران و صادرات و درآمدها و غیره. حسابرس گزارش با آقا داداش بزرگه. ضمن یه کارهای پیش پا افتاده و دم دستی هم داره که یه مقدارش عرض کردم. یکی دیگه‌اش برای مثال عرض کردم ریاست پتروشیمی لیسار ماه با ابوالفضل میرعلی و منوچهر متکی. ابوالفضل میرعلی مال مؤسسه سامان الحجج که مثلا زندانی هم شد، با اموال مردم در مؤسسه سامان الحجج مالتی میلیاردر شدن و اعلام ورشکستگی کردن و دولت 13,000 میلیارد تومان از اموال مردم به طلبکاران مؤسسه سامان الحجج داد. منوچهر متکی وزیر خارجه احمدی نژاد بود و میرعلی هم که عرض کردم. باری این سید محمد حسن خامنه ای از طریق پدر عروسش
مستقیم در صدا و سیما دست داره. افزون بر اینکه سال‌ها ایشون مسئول بازبینی و ممیزی فیلم‌ها بودند تا خود همین داش کوچیک خامنه‌ای. گلپسر سید محمدحسن خامنه‌ای با دختر خانم حسین محمدی ازدواج کرده. حسین محمدی از آدمای بیت رهبر معظم، مسئول نظارت بر صدا و سیما از طرف بیت، یعنی در واقع رئیس پشت پرده صدا و سیما، به ویژه گزارش‌های 20 و 30 رو مستقیما خود ایشون کنترل میکنه. قبل از اینکه به برادرای زن رهبر معظم بپردازم، یه اشاره بکنم به پسرخاله رهبر که ببینید دستگاه قضایی و دادستانی کل کشور از یک طرف و سلطه بر شرکت‌های ساختمانی بنیاد شهید و صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور چجوری توی رابطه خانوادگی با رهبر به هم گره خورده. پسرخاله سید علی خامنه‌ای حامد واعظ‌زاده خراسانی است، پسر فاطمه میردامادی خاله رهبر. عضو هیئت مدیره چند تا شرکت ساختمانی بنیاد شهید، رئیس هیئت مدیره شرکت فولاد ارفع و معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت نفت پاسارگاد. شرکت نفت پاسارگاد در سال 1382 با هدف اداره و بهره برداری از 6 واحد قیرسازی پالایشگاه‌های تهران، شازند، عراق، آبادان، تبریز، شیراز و بندرعباس تأسیس شد و سقف تولید سالانه این واحدها بالغ بر 4 میلیون تن در سال است. این شرکت بیش از نیمی از سهم بازار داخلی را در اختیار دارد و همچنین با داشتن 2 پایانه صادراتی و قابلیت ذخیره‌سازی بیش از 160,000 تن از بازار صادراتی غیر ایران را هم در اختیار دارد. توزیع جغرافیایی مناسب و استراتژیک 6 کارخانه، یعنی تو بنادر، امکان صدور محصولات شرکت را از مرزهای مختلف کشور ممکن ساخته است. این فقط یک نمونه است که می‌بینین تحریم همین شرکت نفت پاسارگاد چقدر برای خانواده رهبر معظم هزینه فقط مالی داره. به مردم که چیزی نمیرسه که، یا چیزی ازشون گرفته نمیشه که. همه چیزایی که گرفته میشه همین حکومت داره میگیره. اینه. حاج حامد پسرخاله رهبر سرهنگ پاسداره و داماد جعفر منتظری دادستان کل کشور. ببینید چجوری دستگاه قضایی وصل میشه به مافیای اقتصادی. اینا همه جا هستن، از جمله تو فوتبال. همین سرهنگ سپاه پسرخاله عضو هیئت مدیره پدیده مشهد هم بود زمانی که پرویز مظلومی سرمربی پدیده. داداشش یعنی پسرخاله دیگه رهبر معظم، صادق واعظ‌زاده، سال 89 موقع حمله به خونه کروبی سردسته اوباش بود و مثلا فرمانده حمله. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام این پسرخاله. بابای اینا یعنی شوهرخاله رهبر محمد واعظ‌زاده خراسانی بود که سال 95 مرد. اونم یک دوجین منصب نون آبدار داشت. اولین رئیس مجمع جهانی تقریب مذاهب بود، عضو هیئت امنای دانشگاه علوم اسلامی رضوی وابسته به سازمان آستان قدس بود، عضو هیئت مدیره بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی بود، مدیر مجله استان خراسان رضوی بود و همون به اسم نمیدونم مجله آستان احتمالاً در میاد. و خلاصه هر کی متولی آستان بود هوای نوندونی شوهرخاله رهبر معظمو میبایستی میداشت و داشت. و اما برادرای زن رهبر معظم، منصوره خجسته باقرزاده بهش میگن همسر مکرمه مقام معظم رهبری، 3 تا داداش داره. حسن خجسته باقرزاده برادر زن اول، معاون رئیس سازمان صدا و سیما در امور صدا، 9 دوره رئیس جشنواره بین‌المللی رادیو بوده، نایب رئیس اتحادیه رادیو تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه ABU و با محسن چینی‌فروشان سال 2007 محسن چینی‌فروشان باجناق میثم خامنه‌ای است. اینا توی جشنواره بین‌المللی بودند. در این 9 سال معاون نظارت برنامه‌ریزی صدا و سیما است. انحصار واردات شرکت سونی و حق دلالی کمیسیون‌های خرید لوازم صوتی و تصویری صدا و سیما دست اوست انحصاراً. حسن خجسته باقرزاده عضو هیئت امنای بنیاد سینمایی فارابی است. اهل سینما بهتر میشناسن. گلپسرش خیلی مهمه، کمیل خجسته باقرزاده، مؤسس فرهنگ هنری تبیان نور، مؤسس پژوهش و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی، 2 وبسایت رهبر معظم leader.ir و khamenei.ir رو ایشون اداره میکنه. همین کمیل خجسته جدای از 30 میلیارد تومان برای سایت خامنه‌ای، سالانه 3 میلیارد تومان هم برای مؤسسه تبیان دریافت میکند. همه اینها به واسطه پدرش حسن خجسته باقرزاده است که برادرزن خامنه‌ای است. یه داداش دیگه همسر رهبر معظم حاج جواد خجسته باقرزاده است، قاچاقچی تلفن همراه و وسایل صوتی تصویری. اینا رو بیخود نمیگم. ببینید سال 73 دادگاه به اصطلاح برج سازان برگزار شد که متهمای اصلیش داوود و حسن افراشته پور بودن، برادران
افراشته از خانزادهای هاشمی رفسنجانی هستند. مدتی هم به دلیل همین زدوبندهای اقتصادی و مالی افتادن زندان که حالا داستان مفصلی است. میرن زندان میان بیرون. جلسه پنجم دادگاهی که 9 جلسه طول کشید، محسنی اژه‌ای قاضیش بود که بتونه جمعش کنه و کرد. داوود افراشته میگوید اکبر خوشگوش، عین متن رونوشت دادگاه رو براتون میخونم. داوود افراشته میگوید اکبر خوشگوش، عضو تیم ضربت وزارت اطلاعات، یک روز به من مراجعه کرد و گفت میخوام موبایل وارد کنم. من بهش چک دادم. من البته خط مخابرات نمیگرفتم. اون قرارداد بین شرکت مخابرات و شرکت فران بود. شرکت فران یکی از شرکت‌های پوششی وزارت اطلاعات. یعنی من فقط واسطه فروش جنس قاچاق بودم. گوشی را به من میدادن و فتوکپی شناسنامه میگرفتن و بعد به نام زده و به آدرس خریدار قبض صادر میشد بدون حتی یک بار مراجعه به شرکت مخابرات. خوشگوش همینطور به چندین نفر تلفن فروخت و من فقط از طریق دبی و توسط آقای خجسته گوشی موبایل خریداری کردم و از طریق هواپیمایی به تهران انتقال میدادم. بدون مشکل انتقال پول و گمرک و مخابرات گوشی موبایل قاچاق وارد میکنه. حاج جواد خجسته باقرزاده، یکی از برادرزادهای رهبر معظم، تو اون دادگاه البته دیگه اسم یعنی اوست که از طریق اوست که داوود افراشته از طریق برادرزن رهبری که گوشی موبایل قاچاق وارد میکنه. هواپیما از دبی گمرک و فلان اینا وجود نداره. در دبی هم که دستشون خیلی واضحه. نه فقط اینا، محمدی گلپایگانی این چند تا هتل تو دبی داره. بپرس، دبی زیاد میرن ایرانیا. از اونجا پولدارای دبی بپرسن کدوم یکی این هتل‌ها و فلان اینا مال محمدی گلپایگانی و پسرش حالا میرسه. خب هیچ وقت اون دادگاه دیگه نه اسم اکبر خوشگوش به عنوان متهم اومد، نه اسم حاج جواد خجسته باقرزاده برادرزن رهبر. اجازه جمعش. خب یک برادر دیگر زن رهبر معظم که محمد خجسته باقرزاده است که بهش میگن مخ اقتصادی اسلامی این برادران، چند تا شرکت مصادره‌ای خرید. یعنی از اول با نقشه اومد جلو، با قیمت زیر حداقل شرکت‌های مصادری رو خرید. البته نه با پول خودش، با تسهیلات بانک. کلی کارخونه کنسرو سازی و مربا سازی رو صاحب شده. شرکت کنسرو و مربا و رب اوسانا، شرکت کنسرو و مربا و رب نوبهاران، شرکت فتانه کنسرو و مربا و رب فتانه. این حاج محمد برادرزن رهبر عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری هلال احمره و شرکت‌های تابعش. البته بعد گل پسراش مسعود و سعید و وحید خجسته باقرزاده کارخونه تایماز رو صاحب شدن. اسم تجاری گذاشتن، براش گذاشتن نوبهارون. تایماز شما میتونید سرچ کوچیکم بکنین توی گوگل دستتون میاد. تایماز شده شرکت پیشگامان صنعت تایماز، یعنی یک هلدینگ و یک کارتل بزرگ. در حال حاضر شرکت تایماز با داشتن پرسنل حرفه‌ای و مجرب در حوزه فروش تجهیزات و ارائه خدمات به بخش‌های مختلف شامل بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، مجتمع‌های رفاهی، هتل‌ها، اردوگاه‌ها، زندان‌ها و کارخانه‌های مواد غذایی و محصولات بهداشتی فعالیت می‌کنند. و جای دیگه هم گذاشتن مگه اینا. من قبل از اینکه به لایه‌های دیگر این مافیای خانوادگی حاکم بر کشور پهناور 85 میلیونی ایران، میلیون نفری ایران بپردازم، بزنین تا فرصت داریم به فرزندان رهبر معظم برسیم که از بقیه شاید مهمتر باشن. بعداً اگر فرصت شد به درجه دوم میرسیم. ببینید حضرت آقا به فرزندان خود فرمودند چنانچه قصد داشتید وارد فعالیت‌های اقتصادی بشوید، چون کاملا منعشون کردن، اگر قصد داشتید وارد فعالیت‌های اقتصادی بشوید به مسئولان ثبت احوال میگویم نام مرا از شناسنامه شما حذف کنند. رهبر معظم انقلاب این شرط را برای کسانی که در حلقه اول وصلت با خانواده ایشان قرار میگیرند نیز لازم دانستند. خب که اون حلقه اولیه رو دیدین دیگه. فرزندان رهبر معظم هیچ کدوم و مستقیم هیچ کدومشون به نام صاحب سرمایه و کالای اقتصادی نیستن. در پوشش فعالیت‌های مثلا فرهنگی کارشون رو پیش میبرن. مثال سید مصطفی حسینی خامنه‌ای عضو هیئت مؤسس دفتر نشر فرهنگ اسلامی است. فقط یک نمونه بگم و بگذاریم. زمینی به مساحت 16,000 متر مربع در سوهانک تجریش که به عنوان وقف، یعنی مفت و مجانی و غیر قابل فروش البته چون وقف، در اختیار دفتر نشر فرهنگ اسلامی گلپسر بزرگ رهبر معظم بود و دو تا گلپسرای دیگه هم البته عضو هیئت مدیرن که میگم، این به تعاونی مسکن مجلس گویا فروخته میشه. بله. و تیر ماه 91 اعلام می شود که 450 واحد مسکونی در قالب چند برج در این زمین 16,000 متر مربعی ساخته بشود. چقدر فروخته شد من نمیدونم. فقط اینو میدونم که نیروی انتظامی که در همسایگی این زمین قرار دارد پیشنهاد کرده بود تا به قیمتی بالاتر آن را خریداری کند. تمایل دفتر نشر فرهنگ اسلامی این بود که زمین به نیروی انتظامی که قیمت بالاتری نیز برای زمین پرداخت میکرد واگذار شود. اینا رو
مسئول اون دبیرخانه همون فرهنگ نشر اسلامی اینا میگه. اما نهایتاً به تعاونی مسکن مجلس فروخته شد، تغییر کاربری داده شد، کلی درخت کهن در این منطقه نابود شد و این موقوفه کاملا در اختیار ساخت و ساز قرار گرفت. نفری 45 میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت از هر متقاضی مسکن در این برج ها گرفتن، یک آجر هم بهشون ندادن به بهانه دعوا سر شرعی بودن یا شرعی نبودن ساخت و ساز در زمینی که اصلش وقف بوده است. پولش گرفتن از مردم، گود برداری کردن، کلی درخت رو قطع کردن. این وسط کلی آدم به اسم پیمانکار و پروژه‌دار پروژه نور جیباشون رو انباشتن. اون وقت اینا دارن سر اصل شرعی است یا شرعی نیست این زمین مثلا بحث میکنن. منتها یکی از خرده‌کاری‌های سید مصطفی خامنه‌ای پسر بزرگی رهبر معظمه بین گلپسرای رهبر سید مصطفی تو کره اقتصادی با شوهر خواهر بزرگش شوهر بشرا خامنه‌ای نزدیکه، با جواد محمدی گلپایگانی و با او کار میکنن، کاری که بیشتر زمینه امنیتی داره. البته نمونهش هواپیمای نمیدونم این خبر چقدر پخش شد، هواپیمای 100 میلیون دلاری سلطان برونی که میخواستن برای خامنه‌ای بخرن، هواپیمای تشریفاتیه. این معامله که در سال 2001 برای خریداری هواپیمای تشریفاتی سلطان برونی برای آشیانه ایران صورت گرفته بود، به رغم پرداخت حدود 100 میلیون دلار از سوی وزارت دفاع همچنان بدون نتیجه باقی مانده و هواپیما تحویل ایران داده نشد. با صدور حکم دادگاه عالی انگلیس مبنی بر رد شکایت وزارت دفاع ایران، سرنوشت بیش از 100 میلیون دلار از اموال جمهوری اسلامی همچنان در ابهام قرار دارد. واسطه طرف ایرانی معامله شرکت صافات وابسته به مؤسسه احرار است. ببینید پای وزارت دفاع کشیدن وسط تا یکی دو تا از افسراشو بابت این دزدی کلان زندانی بکنن که کردن، یک نفر رو که حالا بماند، ولی در واقع دزدی کلان رو دو تا از آدمای حلقه اول و دوم رهبر معظم انجام دادن با همدستی سپاه. مؤسسه احرار به عنوان مادر صافات که دلال ماجرا بوده 100 میلیون دلار رو با یه قاچاقچی قبرسی بالا کشیده، مال سپاه این مؤسسه. شرکت خدمات هوایی صافات سهامی خاص هم هست، متعلق به مؤسسه مرکزی شرکت‌های احرار است که در سال 74 تحت شماره فلان تأسیس شد و 2 فروند هواپیما آنتونوف 26 که در زمینه باروری ابرها با وزارت نیرو همکاری داشته و حالا مستهلک شده اند متعلق به این شرکت است. این شرکت هم دارای مجوز کارگوست، هم مجوز باروری ابرها که از هواپیمایی کشوری گرفته و مرکز فعالیت آن در استان یزد است. بخش عمده سهامداران این مؤسسه فرماندهان و شاغلین سپاه هستند. مؤسسه احرار یکی از بزرگترین مالکان زمین و مستغلات در ایران است و دارایی‌های فراوانی دارد که فقط بخشی از آن شرکت هواپیمایی صافات است. شرکت صافات هواپیما براش بازیه و پوشش. مؤسسه عظیمی است که در تولید سانتریفیوژ برای غنیسازی اورانیوم متمرکزه در یزد و این صافات و احرار 2 لایه سپاهی و اقتصادی دارن. لایه اقتصادیشون دست جواد محمدی گلپایگانی است که از نزدیک با مصطفی خامنه‌ای کار میکنه. کارسازان و سرمایه‌گذاری که در ایران و دبی در دست کم 25 سال گذشته کار کردن یا خواستن کار کنن، عرض کردم قطعاً در یکی از ایستگاه‌ها با جواد محمدی گلپایگانی ملاقات داشتند، یعنی در حقیقت با بیت و مشخصاً با مصطفی خامنه‌ای. اینو با اطلاع عرض میکنم خدمتتون، به بیان رهبر معظم فرمودم، اینو با اطلاع عرض میکنم و واقعاً با اطلاع عرض میکنم خدمتتون. من جواد محمدی گلپایگانی گلپسر غلام حسین محمدی گلپایگانی است که معروف است به محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر معظم. غلام حسین خان معروف به حاج محمد گلپایگانی دهه 60 مشاور دفتر خمینی در نیروی هوایی ارتش بود. جواد گلپسرش دختر عزیزالله خوشوقت رو گرفت. آیت الله عزیزالله خوشوقت متولد باکو آذربایجان که در مکه سال 91 مرد 1391 از فتوا دهندگان قطع‌های سیاسی بود که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی انجام داد. بارها دربارش صحبت کردیم، از جمله قطع‌های زنجیره فروهرها و سعیدی سیرجانی و اعضای کانون نویسندگان ایران در پاییز 77. محمد حسین خوشوقت پسر آیت الله خوشوقت مسئول وبسایت فراروس، یک وبسایت خبری داخل ایران به سبک و سیاق وبسایت‌های خبری جمهوری اسلامی، حالا گیرم اصلاح طلبش مثلا. باری من اینا رو دارم میگم چون که به شاخه‌های در واقع این عنکبوت مافیای حاکم بر ایران در همه حوزه‌ها تا اونجایی که فرصت داریم بپردازیم. خب مجتبی خامنه‌ای سیاسی ترین گلپسر خامنه‌ای است. اگر اونا در حوزه اقتصادی بیشتر، این در حوزه سیاسی. در 2 حادثه مهم در چند سال اخیر نقش مدیریتیش از پرده برون افتاد، هرچند انکار کردن نشد. یک، بعد از انتخابات 88 و نامه کروبی به خامنه‌ای که مفصل‌تر اون نامه رو در سال 96 هم برای خامنه‌ای فرستاد،
و یکی دیگه در دادگاه سعید مرتضوی درباره جنایت کهریزک بود. اجازه بدین بخش کوچکی از نامه کروبی به خامنه‌ای رو که به مجتبی خامنه‌ای مربوط میشه بخونم. خطاب کرده از آیت الله خامنه‌ای. آقای کروبی نوشته: در انتخابات ریاست جمهوری 84 سپاه و بسیج به محوریت فرزند شما آقا سید مجتبی به نفع یکی از نامزدها ورود کردند، یعنی احمدی نژاد، و در نتیجه تخلف و تقلب آنان در 3 استان اصفهان، تهران و قم فرد مورد نظر با حرکت کودتاگرانه شورای نگهبان با آنکه این جانب در 11 استان کشور اول بودن به مرحله دوم فرستاده شدند. در نامه مورخ 29 خرداد 84 به شما یادآور شدم که یکی از بزرگان به جناب عالی گفتند که آقازاده حضرت عالی از فلان شخص حمایت می‌کند، یعنی از احمدی نژاد، و شما فرموده اید ایشان آقاست نه آقازاده. آقازاده من از خودش نمی‌دونه چیکار کنه. این جانب از سر اخلاص، احترام و دلسوزی از جناب عالی خواستم جلوی دخالت این آقازاده مجتبی رو بگیرید که نگرفتید و 88 دیدید جریان کودتای انتخاباتی چه بلایی بر سر نظام و انقلاب آورد. و اما درباره دخالتش در ماجراهای کهریزک که میگم از پرده برون افتاد، دخالت‌ها و مدیریتاش در این ماجراهای بسیار فراوان است. میگم این دو نمونه رو صریح چون از خودشون در اومده است عرض میکنم خدمتتون. صدای ضبط شده مجتبی خامنه‌ای توسط سعید مرتضوی علت برگزاری غیرعلنی دادگاه کهریزک. صبح روز سه‌شنبه 8 اسفند 91 اولین دادگاه رسیدگی به جنایات قاضی سعید مرتضوی در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. به گزارش سهام نیوز در این راستا یک منبع آگاه نزدیک به دولت گفت که سعید مرتضوی قرار بوده نوار مکالمه خود با مجتبی خامنه‌ای را به همراه ببرد و برای دفاع از خود در صورت نیاز برای حضار دادگاه پخش کند. در این منبع آگاه در خصوص محتوای این نوار مکالمه گفته که در این نوار ضبط شده سعید مرتضوی در روزهای 18 تیر و پس از آن در خصوص وضعیت و نحوه برخورد با بازداشت شدگان 18 تیر که به کهریزک منتقل شده بودند از آقا مجتبی تعیین تکلیف کرده است. صبح امروز دقایق قبل از آغاز دادگاه علیرغم اینکه قرار بود دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان کهریزک به صورت علنی برگزار شود، اعلام شد که این دادگاه غیر علنی و بدون حضور خبرنگاران و همراهان شاکیان برگزار خواهد شد. یه روز قبل از دادگاه بارها گفته بود سعید مرتضوی که اگه بخواید منو محاکمه کنین من همتون رو میکشم پایین. خیلی هاشون هم این حرفو میزنن و در چارچوب اون مافیایی که یعنی خیلی زرنگن که این حرفو میزنن، مافیا به راحتی حذف میکنه آدماشو هر وقت تاریخ مصرفشون تموم میشه. بگذاریم. یک فرزند دیگر رهبر معظم سید مسعود حسینی خامنه‌ای است، پسر سوم رهبر. حلقه پیوند خانواده خامنه‌ای است با خانواده خاتمی. مسعود خامنه‌ای با سوسن خانم دختر محسن خرازی ازدواج کرد. محسن خرازی برادر کمال خرازی، عموی صادق خرازی. پسر صادق خرازی با دختر ممرضا خاتمی ازدواج کرده با برادرزاده محمد خاتمی. یعنی خانواده خرازی دختر دادن به خانواده رهبر معظم، یه پسر دادن به خانواده خاتمی. ضمناً مسعود خامنه‌ای مثل برادر کوچیکش میثم و مثل برادر بزرگ مصطفی هر سه قبلا اشاره کردم عضو هیئت مؤسسه دفتر نشر اسلامیان که ماجرای فروش 16000 متر مربع زمین سوهانک که مثلا وقف دفتر نشر اسلامی بود براتون عرض کردم. از امکانات خانوادگی درجه 1 و 2 سید مسعود خامنه‌ای اشاره‌وار بگم و بگذرم. برادرای زن مسعود خامنه‌ای یعنی برادرای سوسن خانم، صادق و محمد باقر خرازی هستند. محمد باقر خرازی چندین مؤسسه امامانه و حزب اللهانه و اجتهادیه داره که دخل و خرج بی حسابشون غیر قابل تصوره دیگه. نظام اسلامی است اینا. 27 مدرسه به اسم مجموعه مدارس امام هادی در سراسر کشور داره. مدرسه‌ای داره به اسم اجتهادیه محسنیه، مؤسسه فرهنگ و هنری امام حسن عسکری، دبیرکلی حزب الله ایران که نشریه‌ای هم به همین اسم دارد. صادق خرازی که همه میدونن مشهور است به عتیقه فروش آچار فرانسه اصلاح طلبها و مثلا اعتدالیون، هرچند خیلی تحویلش نمیگیرن در عالم دسته‌بندی‌های سیاسی امروز جمهوری اسلامی. ایشون الان داره ماست عتیقه‌جاتش میخوره، در سایه پیوند خواهرش با مسعود خامنه‌ای میگرده. بعضی وقتا هم روزنامه‌ها میرن در دفتر مجلل شاخونه‌ش و اینا. گرچه مثلا وبگاه دیپلماسی ایران دستشه، مؤسسه حزب ندای ایرانیان که عملاً وجود نداره این حزب. اینها البته ساختار اون دسته به اصطلاح نیویورکی ها رو با عموش همین صادق خرازی با عموش کمال خرازی و بعد با ظریف و اینها قبلا در برنامه گفتم که اون در اونجا گذاشتن و راه به اصطلاح رابطه با آمریکا رو سعی کردن اینها هموار بکنن. کمال خرازی عموی مسعود
خامنه‌ای که به عبوس‌ترین وزیر خارجه جمهوری اسلامی مشهوره، در دوره محمد خاتمی به امر رهبر شد وزیر خارجه، حالا به امر رهبر رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی است، یعنی مشاور سیاست خارجی رهبر نظام مقدس. اینجوری قدرت سیاسی و اقتصادی در داخل و خارج ایران در یک روابط خانوادگی و نشست و برخاست‌های خانوادگی شکل میگیره و هدایت و برنامه‌ریزی میشه. درباره میثم پسر کوچکه رهبر معظم هفته پیش اشاره کردم که بذارین یک مقدار دقیق‌تر عرض بکنم این روابط مافیایی این خانواده را از طریق میثم خامنه‌ای. گفتم بهتون که رئیس اوقاف سید مهدی خاموشی دایی زن سید میثم خامنه‌ای است. مادر زن میثم خامنه‌ای که مادر رئیس اوقاف مملکت هم میشه عزت خاموشی بود که عرض کردم کرونا گرفت مرد. پدر زن میثم خامنه‌ای محمود لولاچیان است. خانواده لولاچیان خاموشی دو خرد مافیای بازار و پتروشیمی و بازرگانی خارجی هستند که با مؤتلفه پیوند قدیمی دارن. یعنی میثم خامنه‌ای از طریق زنش محل اتصال منافع این دو خرد مافیا در قدرت سیاسی و اقتصادی ایران. سید مهدی خاموشی یکی از برادران خاموشی است که در واقع زیر سایه پدرشون تقی خاموشی اینا گنده شدن. تقی خاموشی بنیانگذار مؤتلفه بود. سال 85 مرد. اینا قبل از انقلاب با انجمن ضد بهاییت 8 و 8 داشتن. برای خمینی در عراق پول میفرستادن. اعلامیه‌های خمینی رو تو بازار پخش می‌کردن. اینا در این حال روابط خوبی هم با اتاق بازرگانی دوره شاه داشتن. علی نقی خاموشی رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایران که صاحب سهام انبوهی شرکت، گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان، شرکت بازرگانی پتروشیمی، شرکت نخل بارانی پردیس، شرکت انرژی گستر جم، شرکت فراساحل ایران، پتروشیمی کارون، پتروشیمی شیراز، پتروشیمی تخت جمشید، صنایع پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی ایلام و فسا، پتروشیمی جهرم، پتروشیمی گچساران، پتروشیمی لردگان و گچساران، پتروشیمی صدف عسلویه، پتروشیمی داراب، شرکت پارس پرند دیبا، کالا بازار ایرانیان، حمل و نقل پتروشیمی. ببینید پتروشیمی ایران رو کاملا آقای علی نقی خاموشی در دست خودش در قبضه دارد. 27 سال هم ایشون عضو شورای ملی و اعتباری بانک مرکزی ایران بوده است. 15 روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی با دستور مستقیم امام خمینی به شورای انقلاب بنیاد مستضعفان به سرپرستی علی نقی خاموشی تأسیس شد. میشه رئیس بنیاد مستضعفان. این آدم با این دم به این کلفتی میشه رئیس بنیاد مستضعفان تا به اموال مصادره شده شاه و خانواده و وابستگان اطرافیانش و همچنین کارخانه‌داران و صاحبان سرمایه و بازرگانان مطرح ایران که بالغ بر 800 شرکت میشد سامان دهد. یعنی جای درستی گذاشته بودش خمینی. سرمایه‌های اولیه دست کم اغلب این آدم همش مصادره‌ای بوده. یعنی این خانواده خاموشی خودشون دو کلوف بودن دیگه، اینجا افتادن روی خوان نعمت مردم بدبخت و آواره شده ها. ابوالحسن خاموشی داداش صاحب همه شرکت‌های پتروشیمی ایران یکی دیگه از دایی‌های زن میثم خامنه‌ای است. چه کسی است که نداند در سالهای اخیر او از مؤثرترین افراد بر نفت و گاز کشور بوده، چرا که هم قائم مقام شرکت پتروپارس بوده، هم مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت و هم در حال حاضر قائم مقام شرکت نفت و گاز پارس است. به نظر می‌رسد ابوالحسن و علی نقی خاموشی را باید در زمره اصلی ترین افراد کشور در حوزه نفت و گاز به شمار آورد. وزارت نفت کیلو چند، شرکت نفت کیلو چند، داش کوچکه رهبر بازرس شرکت نفت و وزارت نفت و اینا هم که دایه زن رهبر دایه زن میثم هم که خونجان دیگه. وقتی در نظر داشته باشین که محمد حسن حسینی خامنه برادر کوچکه رهبر معظم بازرس شرکت نفتی عضو هیئت مدیره شرکت‌های پتروشیمی است، وقت میشه فهمید که صنایع نفتی و پتروشیمی ایران دست چه کسانی است و چه کسانی با تخریب این صنایع مخالفند. باری پدرزن میثم خامنه‌ای محمود لولاچیان است. محمود لولاچیان مثل خاموشی بازاری و عضو مؤتلفه است. دهه 60 میدانید که زندان‌های ایران به ویژه اوین دست مؤتلفه بود. خود لاجوردی از سران مؤتلفه بود. حاج محمود لولاچیان همه کاره زندان و شکنجهگاه اوین بود در دهه 60. دارایی‌ها و امکانات پدرزن میثم خامنه‌ای رو فقط اشاره بار عرض می‌کنم. همین آدم لولاچیان، اون شکنجهگر. بنیاد فرهنگی ارشاد امام صادق. زیر مجموعه این بنیاد فرهنگی چی هم؟ هتل صادقیه در مشهد و قم، هتل صابر مشهد، شرکت تجارتی دیزل الکتریک، نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش بوش آلمان، عضو هیئت مدیره بنیاد بین‌المللی قدیر است که خودش یک کارتل عظیم اقتصادی زیر نظر رهبر معظم. یکی از برادرای زن میثم خامنه‌ای، یکی از گفتم برادرای زن میثم خامنه‌ای، آره دیگه درست، همین لولاچیان، در واقع خاموشی لولاچیان، این دو سر خانواده که پدر خاموشی و مادر لولاچیانه، مادر خاموشی پدر لولاچیانه، ببخشید
زن میثم. خب یکی از برادرای زن میثم علیرضا لولاچیانه، یه برند مثلا فرهنگی به اسم سپهر ایرانی درست کرد، داد به سازمان تبلیغات اسلامی رهبر، شد مدیر عامل مؤسسه فرهنگی تصنیم نور، مجری طرح ملی سپهر ایرانی وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی. همین ویترینا. به حالا ببین چیکار میکنه با این اسم. مجتمع‌های فرهنگی و رفاهی دستشه. تو مؤسسه تصنیم نور با کیا هم شریک، با شوهر خواهرش میثم خامنه‌ای و با برادر زن مجتبی خامنه‌ای فریدالدین حداد عادل. میثم خامنه‌ای و فریدالدین حداد عادل و علیرضا لولاچیان عضو هیئت مدیره مؤسسه تصنیم نورند. چیکار می‌کنید؟ پایگاه‌های وابسته به این تشکیلات عبارتند است: اردوگاه نور کرج، اردوگاه مجموعه رفاهی نور نشتارود، اردوگاه نور سیسخت، اردوگاه نور فیروزکوه، مجتمع رفاهی نور گلستان مشهد، مجتمع فرهنگی خامنه‌ای شهرستان نجف آباد استان اصفهان، مجتمع فرهنگی خامنه‌ای شهرستان قهدریجان استان اصفهان. نمیدونم فرصت داریم من درباره دو دختر خامنه‌ای بگم؟ خب درباره دو دختر خامنه‌ای، بشرا بزرگتر عروس محمدی گلپایگانی است، همسر جواد محمدی گلپایگانی، اشاره کوچیکی کردم قبلا. وحید حقانیان و برادرش سعید، البته وحید حقانیان معاون اجرایی بیت آقا امام خامنه‌ای از وابستگان همسر محمدی گلپایگانی است. روابط خانوادگی سببی و نسبی مربوط به بشرا خامنه‌ای، دختر بزرگه رهبر، یک مافیای امنیتی و اقتصادی تو در تو رو به وجود آورده که وقتی سال 97 پدر وحید حقانیان مرد، تو مجلس ختم مردونش از گلپسرای رهبر معظم، دارین میبینین، تا حسین فریدون برادر زندانی رئیس جمهور گرفته تا سرداران سپاه، وزرای دولت، مدیران بانک ها، رفسنجانی ها، همه تو هم میلولیدن. دختر دیگه هدی سادات و حسینی خامنه‌ای، هدی خانم دختر کوچکه خامنه‌ای، همسر مصباح الهدی باقری است، فرزند محمد باقر باقری کنی، عضو مجلس خبرگان رهبری، برادر بزرگتر محمد رضا مهدوی کنی که مرد. برادر شوهر هدی خامنه‌ای علی باقری است. علی باقری معاون سعید جلیلی بود در شورای عالی امنیت ملی و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای. ببینین من قطعاً فقط بخشی از این مافیا رو براتون گفتم، در واقع تیتروار، و این برنامه بیشتر به درد آرشیو بخوره و کسانی که دنبال در واقع آرشیو کردن این اطلاعات هستن. این مافیای قدرت و ثروت که در مرکزش خانواده 8 نفره علی خامنه‌ای است، اصولگرا و اصلاح طلب رو به کار گرفته و چنان که گزارش کردم منافع هر کدوم بنا به میزان دوری و نزدیکی با این خانواده تأمین میکنه. این اصلا کار ولی فقیه. این خانواده منافع اینا رو تأمین میکنه، اینا هم حفظش میکنن، چون ضربه به این خانواده یعنی ضربه به منافع این مافیا که بر سرنوشت 85-6 میلیون ایرانی حاکم است.